خواهش میکنم. من در مورد تفاوت و شباهت رو صحبت کنم که من با شما موافق هستم. حالا خانم پشم شدیدشون بودن که سایکودرام محدودتر از نمایش درمانیه. من موافق نیستم. اتفاقا توی سایکودرام خیلی بداهگی داریم. ما توی نمایش درمانی اتفاقا پروتکل برمی‌نویسیم. یعنی باید بدونیم که 12 جلسه می‌خوایم چیکار کنیم. و فرقش هم اینه که به هر حال ما توی سایکودرام در دنیای شخصی یک نفر وارد میشیم. ما توی نمایش درمانی کارو نمی‌کنیم. یعنی یه واضح‌تر از این مونده. و اینکه ما داریم در کلاً زیر مجموعه اپلای دراما صحبت می‌کنیم. یعنی تفاوتش اینه که کلاً ما تئاتر نیستیم. چه توی نمایش درمانی چه توی سایکودرام ما تئاتر نیستیم. یعنی باید بدونیم که اصلا فرآیند برامون مهمه و حالا خانم دکتر هم گفتم من کتابشون رو خوندم قبلا، ترجمه خیلی خوبی هم هست، ولی موافقتون نیستم برای اینکه به هر حال همه میتونن سایکودرام رو کار کنن. اتفاقا من میگم که بچه‌های تئاتری بهتره که همون نمایش درمانی کار کنن، چون به هر حال سایکودرام میخواد وارد فضای ذهنی یا روحی یک نفر بشه و این خیلی حساسه. الا اینکه من یه تبصره اعلام کنم بگم آقا من قراره با سایکودرام فقط آموزشی همون دادگار داشته باشم، آموزشی قضات داشته باشم، نمیدونم، یا کلا آموزشی برم جلو، در حال درامه دیگه. ولی اگر قراره که درمان اتفاق بیفته، اتفاقا دقیقاً این سایکودرام از طرف روان درمانگر باید شروع بشه. چون من خودم روی کلم EFT میدونم که به هر حال EFT هم از سایکودرام کمک میگیره و اینو من خیلی به جد میگم که به نظرم هر کسی منظورمه که روان درمانگر فقط بهتره که کار کنه سایکودرام. ولی اتفاقا نمایش درمانی چیه که بچه‌های تئاتر خیلی براشون خوبه. یعنی اون نیاز نداره که وارد دنیای انگار که مثلا ما 20 نفر اینجاییم، 20 نفر مشکل اضطراب داریم، برای این 20 نفر پروتکل نوشته میشه، درام نوشته میشه که اون درام اجرا میشه براشون و تمام میشه دیگه. من وارد دنیای فلان شخص میشم ببینم چه خبره، انگار که ناخونک بزنم و چیزی بیاد بالا و من ندونم بعدش چی کار کنم، ممکن اصلا رها بشه. ولی ما توی تئاتر هیچ چالش نداریم، یک اجرایی میشه، تماشاگر میبینه و صحنه رو ترک میکنه. ولی توی گونه درام کاربردی اصلا اتفاقی نمیفته دیگه. مثلا من میتونم بگم خیلی نزدیک با سبک مثلا رنگین کمان بو که اونم انگار داره کار درمانی انجام میده. من تئاتر کاربردی یا تئاتر شورایی گونه‌های شبیه به این عنوان هستن. من دکتر موضوع بله بفرمایید. خیلی ممنونم از نکته‌ای که گفتین. من اینطور دارم از نظرات برداشت میکنم که انگار این جمله که سایکودرام رو میتونن انجام بدن مساویه با اینه که اجازهش رو دارن که انجام بدن. مثل این میمونه که مثلا شما بگین هر کسی میتونه تئاتر کار کنه، بعد مثلا هر کسی واقعا پاشه بره تئاتر کار کنه. حتما که باید براش آموزش ببینن و اتفاقا این شاید یه چیزی مربوط به حالا سیستم آموزشی برای ما باشه. توی ایران شما اگر یه کارگاه 3 ساعت 4 ساعته رو برین، یه مدرک حضور به شما بدن، مساوی با اینه که انگار شما توی اون کار خیلی خبره شدین، میتونین برین و تموم شد و انجامش بدین. خب این نقص چیزیه که ما الان اینجا داریم. و حقیقتش اینه که توی جاهای دیگه دنیا که خیلی جدی سایکودرام داره انجام میشه، توی اروپا اصلا چیز خودش رو داره، سایکودرام خود، یعنی اصلا انجمن خودش رو داره و توی آمریکا هم همینطور به شدت سخت گیرن. در مورد ورود برای همه، برای اینکه یادش بگیرن آزاده، هر کسی میتونه بره بگه من میخوام سایکودرام رو یاد بگیرم. ولی اینکه چند ساعت و ساعت‌های خیلی زیادی یعنی حتی خیلی از بالای 2000 ساعت بالای 2000 ساعت. آره، ساعت‌های خیلی خیلی زیادی داره. یعنی چندین ساعت، چندین بازه زمانی و کارگاهش رو اینجوری نیست که مثلا هفته یه بار 2 بار ما در مورد سایکودرام صحبت کنیم. 2 هفته پشت سر هم میرن یه جایی که اصلا پانسیون، یعنی اونجا زندگی میکنن، از صبح تا شب سایکودرام اجرا میکنن و کسی از اونجا خارج میشه که بهش علاقه داره، کسی از اونجا خارج میشه که یاد گرفته، کسی از اونجا خارج میشه که تکنیکا رو یاد گرفته، این بین خیلی چیزای دیگر رو هم متوجه شده، این بین خیلی مهارت‌های دیگر رو هم کسب کرده. من همچنان فکر میکنم همه میتونن وارد بشن برای استفاده از سایکودرام. حداقلش استفاده از رول پلی توی زندگی خودمون یا مثلا در مقام آموزش یا چیزای دیگه. تکنیک‌ها بسیار زیاده، خیلی هم خوشاینده، حتی میشه این کارا رو هم انجام داد. حتی تخلیه خشم با تکنیک صندلی خالی رو شما هم میتونید انجام بدید، یعنی برای زندگی شخصی آدم، منظورم این هستش.
یا حتی بیشتر از اون ما رویکردهای کارگردانی داریم. یعنی یه کارگردانی میگه من فقط میخوام رویکردم تحلیلی باشه، یعنی من روان درمانگرم، سایکودرام انجام میدم، تازه میشینم تحلیلش میکنم، یعنی این کار میکنم. یکی دیگه میاد میگه که نه من فقط میخوام در حیطه اجرا و هول بادی که وارد میشه فقط کار بکنم و اون کارو میکنم. من همچنان نظرم این هست که آدم ها اگر علاقه داشته باشن میتونن وارد بشن، اما اینکه حتما ازش خارج بشن. یعنی اینکه برن یه 3-4 ساعت کارگاه اصلا و ابدا به معنای اینکه سایکودراماتیست شدن نیست، ولی برای ورود به هیتش میتونن فقط علاقه داشته باشن. اما علاقه ای که باید حتما اون شرایط لازم رو بگذرن، حتما توی اون بازی زمانی یاد میگیرن که نباید روی PTSD کار کنن، حتما تو اون بازی زمانی یاد میگیرن که از اکسپرس کردن ایموشن‌ها نباید بترسن و حالا چیزهای دیگه. ولی بازم حوزه روان رو تخصص ندارم. ببین ما الان میخوایم پروانه نظام بگیریم، حتی رشته هم خوندیم، باز از همون امتحان میگیرن، امتحان تخصصی میگیرن و بعد پروانه روان درمانگر به ما میدن. و ما چطوری میتونیم با کارگاه سایکودرام بیایم مجوزی بدیم به یه شخصی که روانشناسی نخونده که این بلده؟ من عرضم اینه، یعنی کسی که حتی دکترا هم داره بهش سازمان نظام اجازه روان درمانگری رو نمیده، الا اینکه بیاد و امتحان بده و گزینش بشه. یعنی خیلی مهمه. ولی میگم اگر بخواد غیر از تراپی استفاده کنه، به نظر من میتونه از تکنیک‌ها استفاده. شما نمیتونید بگین که در اصل سوال اینجاست که شما از سایکودرام چه میخواهید. اگر یک کسی مدعیه که من دارم گروه درمانی و تراپی انجام میدم، بله تمام اصولها رو باید بلد باشه و بدونه. اگر کسی میگه من وکیلم میخوام ببرمش اونجا، خب خودش باید وکیل باشه دیگه. ولی اصلا جذابیت، ببخشید اینو جذابیت سایکودرام شده برای بچه‌هایی که اینجا هستن، اون بچه درمانیشه، اینکه من وارد دنیای کاراکتر میشم و این میگم جایی حساسیه دیگه، این خیلی باید مراقبت کنیم. من تمام حرفم یه مبحثی من میتونم بگم. بفهم. اینکه حالا چه تو زمینه سایکودرام و چه دراماتراپی ما از دو حوزه هم یک علمی باید داشته باشیم. حالا توی سایکودرام بگیم که علمی که برای روانشناسی روانپزشکی بیشتر نیازه، اما این ور هم احساس کنم یک اغماضی داره به هنر نمایشی و تئاتر میشه، چون که خب درسته یک نفر نمیتونه با یک جلسه کارگاه 3-4 ساعته بیاد بگه من یک اطلاعات کافی برای روانشناسی دارم، حالا میتونم مثلا سایکودرام رو شروع کنم و انجام بدم. اما همین و برعکسش هم امکان پذیر نیست، چون ما الان مثلا کسایی رو داریم که 4 سال کارشناسی، 2 سال هم اونور مثلا ارشد میان یا حتی تا دکترا هم ادامه میدن میان و توی زمینه تئاتر، نمایش علم کسب میکنن و قطعاً بچه‌های روانشناسی یا روانپزشکی با کارگاه‌های چند ساعته نمیتونن به ظرافتی که اینها دارن دست پیدا کنن. یعنی از هر دو بخش ما باید به یک به نظرم قنایی و به یک تعادلی برسیم. من فکر میکنم که شما اون بخش خیلی بیشتر از ما در این بخش، یعنی در بخش درام، حساسیت به خرج بدید. برای اینکه ماجرا اینه، من برای همین میگم درام این ماجرا خیلی خیلی مهمه. ما سواد درام رو نداریم. میدونی توی این مملکت این چیزها میدونی با این پندار خونده میشن که ربط دارن به ذوق و سلیقه و غریزه و نمیدونم این صحبت ها. میان به قول نادیا میان در کلاس هم شرکت میکنن، تا عالی رتبه ترین درس ها هم میرن، ولی همچنان تای ذهنشون این چیز رو با احساس، قریحه، ذوق، غریزه میدونی خیلی مماسش میدونن. برای همین بهترین علوم هم که داشته باشن، چون میرن 2 مرتبه به اون اوربیتال ها میچسبن، در نهایت خودشون در واقع این قدرت رو بر خودشون میبینن، چون بر اون چیزها متکی هستن، وارد روان آدم ها بشن. یعنی میخوام بگم ما خیلی وقتی بگم بتازید خیلی میتازید. یه جایی باید اون سمت بگه آقا چقدر تو باید بتازی. این نکته‌ای که دارید میگید نکته بسیار مهمیه. من هم مثل سیاوش هر موقع میرم میبینم نوشته مثلا درامی بر این اساس، میرم میبینم
کلاس هایی رو دارن برگزار میکنن با این قضیه، یا بیش از اندازه به روانشناسی کاراکتر میپردازن، دست دلم میلرزه. میدونی؟ اما ما داریم میتازیم. ما به عنوان پشتوانه تاریخی که امیرایی که خودم هم گفتم که ما به اینو پرداختیم، به اونو پرداختیم، اونو پرداختیم، میتازیم. ولی به نظرم این رو اون سمت ماجراست که باید حد و حدودش رو به نظر من روشن بکنه. اینکه میتوانن بیاین ولی بهتر است نیاین، میدونی؟ واگذار در واقع وجدان، اخلاق و این چیزها کرده که به نظر من این هیته اساسا نباید واگذار اخلاق و وجدان بشه، قانون میخواد. یعنی این جدای این هستش که فقط یک شورایی برود و درامش رو مورد تایید قرار بده. به نظر یه شورای دیگه میخواد که برود اون برش هم ببینید که به قول شما ضربه‌ای وارد کرده است یا نکرده است. ببخشید یه نکته خیلی مهمه که من یادم اومد صحبت کردید شما، ببینید ما توی سایکودرام هیچ موقع بازیگری نمی‌کنیم. اتفاقاً تمام خطر و آسیبش همونه. من اگر بیام اینجا الان خانم دکتر گفتن یک آنفیش بیزینس رو توی ذهنتون داشته باشید، اینطوریه که اگه تک تک بچه‌ها بیان اینجا قطعاً خودشونن و میان. قرار نیست خودشون رو بازیگری کنن، قرار نیست نقش کسی دیگه‌ای باشن. وقتی من خودم اونجا باشم ممکنه 1001 چالشم اونجا دیده بشه. و اگر واقعا به این راحتی خب خانم دکتر امروز گفتن بلنشید بیاید انجام بدید دیگه. به خاطر همین خودشون هم دارن با احتیاط میرن سمتش. میگن ما گرم نکردیم، ما الان اصلا شروعی خوبی نیست. به خاطر همین نمی‌بینیمش اونجا. به خاطر اینکه خیلی حساسه، حوزه حساسی. و همین ما بازیگری نمی‌کنیم، ولی توی دراماتراپی اتفاقا میایم و بازیگری می‌کنیم. اونجا به خاطر همین ملایم‌تر. من خیلی صحبت شده امروز در مورد تئاتر و روانپزشکی، یاد مرحوم ساعدی افتادم. روانپزشک بود، هیچ وقت هم ادعای سایکودرام و اینا نمی‌کرد، ولی من همیشه به این فکر می‌کردم مثلا نمایشنامه‌اش خیلی بیشتر سیاسی ان تا در حوزه مثلا روانپزشکی یا در واقع حوزه‌های اینجوری بشه. ولی خب در نهایت ماجرا شاید اون به این موضوع پی برده بود چه حوزه حساسی، قطعاً یه آگاهی هم نسبت بهش داشته که به عنوان یک روانپزشکی که خیلی هم مسلط بوده به تئاتر و ادبیات، خیلی محتاطانه سمت اون موضوع رفته. البته این حوزه روانپزشکی و روانشناسی هم جداست، یعنی کاملا دو تا باید جدا. منظور میگم در زمانه خودش از اولین ها بوده. آره. روانشناسی، حوزه علوم انسانی بیشتر، روانپزشکی به هر حال بحث، حالا ببخشید من دارم توضیح میدم، نورون ها و حالا بحث اساسا بیولوژیکه، بیولوژی در واقع فیزیولوژی. من خدمت شما فکر کنم اجحاف کردم یه چند دقیقه پیش، ببخشید بفرمایید، در خدمتتون. سلام، ارزان موضوعتون من می‌خوام از یه دیدگاه دیگه ببینم قضیه رو. من یک مخرج مشترکی که از حالا درام و سایکودرام گرفتم بحث ارتباط بود. یعنی ارتباط یعنی چیزی که روش کار میکنم بحث ارتباط هست. بعد یه پل میذارم به نشسته‌ای که در مورد ناداستان و جستارنویسی داشتیم. ارزان موضوعتون اول اینکه من کلا وقتی آشنا شدم با این دو تا واژه سایکودرام دیدم چه ترکیب خفنی هم، یعنی مثلا دو تا انجین هم با هم دیگه، همونجوری که حالا دوستان گفتن درامه انگار وجود داشته، سایکوه میاد انگار اینو یه طور هدفمندتر، جزئی‌تر نگر و میوه ازش میکشه بیرون. یعنی تصویر من این بود. ولی حالا اومدم دیدم یه مقدار خیلی چی میگن چالش و چالش ها این بیشتر این که حالا اینا چه فرقی میکنن. من فکر کنم بیشتر باید بریم ببینیم اینا چه داستانی دارن، یعنی میتونن داشته باشن. مثل همون داستان و ناداستان، ما یک داستانی داشتیم که خب کاراکترها خیالی بودن، شخصیت خیالی بودن و خب میخوندیم، خیلی نمیشد باشه ارتباط بگیریم. و وقتی این سایکودرام اومدن گفتم اینا احتمال داره با اون مخرج مشترک داشته باشه که گفته حالا که ما داریم این درامه رو بازی میکنیم، چرا از این درامه یک برداشتی نداشته باشیم و این برداشت قطعاً باید یک تخصصی باشه که اون بحث سایکودرامه میاد پشتش. و همیشه این تصویر رو داشتم. الان اومدم یه جوری اینو گفتم که بیشتر دوستان آشنا بشن، یکم بیشتر توضیح بدن و بیشتر باش آشنا بشیم که حالا چرا اینقدر به تفاوت چیز میکنیم اینا با هم دیگه. مثلا هر نمایشی اینکه حالا با استاد چمشیر من صحبتی که داشتم یادم سر جستارم همین داستانه داشتیم که الان هر کسی میاد میگه من جستار نویسم و فلان و اینا.
این یه داستانی هستش که هست و واقعا ما نمیتونیم باش کاری بکنیم. اینکه شما نگرانی دارید در مورد درام، به نظر من همون نگرانی در مورد روانشناسی هست خیلی زیاد. یعنی تو ایران این اصلا خیلی قضیه بیت پیدا میکنه، چون خوشبختی دارن میفروشن، سعادت دارن میفروشن تو ایران به همین لیده. و در سرانجام چیزی که منو خیلی باحال یعنی شاد کردش که این چقدر همون ارتباطی که گفتم چقدر مهمه و انگار همه دارن به نوعی بیشتر فوکوسشون رو میذارن روی این ارتباطی که با هم دیگه داشتیم، ما آدما با هم دیگه داریم، یا به نوعی یک جمله دیگه بود که ما انگار در ارتباط زخمی میشیم و در ارتباط هم درمان میشیم. و این داستان رو خواستم یکم اینو عنوان بکنم و دوستانم بیشتر بشنوم. ممنون. حالا آقای قائدی لطف خواهند کرد جلسات رو تعدادش رو زیادتر خواهند کرد و بحث قطعا وسعت و عمر رفته بهتری پیدا خواهد. چشم، حتما ما برنامه‌مون اینه که به این جلسات در واقع، چون میدونیم که این موضوعاتی که نمیشه توی 2 ساعت در واقع جمع بندیش کرد، که بخوایم هم کار سختی، ولی تلاشمون اینه که این مقدمات بحث‌ها مطالعات و گفتگوهای بیشتر بشه در خدمت شما. پاسخی اگر باشه حتما در ادامه پرسش، چون میخوام جمع بندی کنم چند تا پرسش باشه یک بار پاسخ بدم. بفرمایید. خب من فکر میکنم که توی صحبت‌هایی که شد برای حالا اینکه یا افرادی که توی تئاتر هستن میخوان این کار رو انجام بدن، میخوان ورود بکنن، یا اینکه از سمت حالا کسانی که تخصص روانشناسی، روانپزشکی دارن میخوان این کار بکنن، من فکر میکنم شاید بهتر باشه که یه قانونی باشه مثل همه عواملی که توی کارهای نمایش داریم یا هر چیز دیگه‌ای، باشه یک نفر که تخصص اون روانشناسی و یا روانپزشکی رو داشته باشه در کنار یک کارگردان، بازیگردان یا هر چیز دیگه‌ای، و این دوتا همدیگر در کنار همدیگه در واقع تکمیل بکنن و مکمل هم باشن که بتونن جلوی همدیگر رو توی اون قسمتی که دارن زیاده روی میکنن بگیرن و در عین حال آسیبی به هیچ کدوم از دو طرف نرسه، حالا چه اون شخصی که داره اجرا میکنه، چه اون چیزی که داره نمایش داده میشه و اون احساسی که داره برداشت میشه. اینو می‌خواستم بگم. من فکر میکنم این پرانتز رو باز کنم که سایکودرام چون نمیخواد در واقع تبدیل به تئاتری بشه که داره به مخاطب عرضه میشه، داره در حوزه مکانی، حوزه تخصصی خودش با همون در واقع فرایند محور بودنش با عوامل خودش کار خودش رو میکنه. ادعای بیشتر از این هم نخواهد داشت. ولی در حوزه دراماتراپی هم مشابه به همین اتفاق داره میفته. ولی اون تفاوت کجاست؟ اون تفاوت اونجاییه که به نظر میاد بخش تئاترش به عنوان در واقع فرایند طراحی تمرین و کار با در واقع گروه بیشتره، ولی باز هم اونجا ما قرار نیست چیزی رو عرضه کنیم. به همین خاطر به نظرم میاد چیزی به اسم کارگردان در هر دوش خیلی معنایی نداره. درست میگم خانم پشچی؟ یعنی ما توی دراماتراپی هم قرار نیست کارگردانی داشته باشیم که در واقع یه کاری رو ببنده مجموعه، شاید یه سرپرست یا در واقع یه مدیر، هدایتگری هست که داره جلسه. این یه کوچولو درسته که حالا طبق صحبت‌های آقای چمشیر و اون چیزی که خودمون میدونیم الان هست، کارگردانایی هستن که سایکودرام کار میکنن و روی صحنه میبرن، ولی سوال ایجاد میشه که در واقع چه چیزی رو دارن روی صحنه میبرن؟ سایکو کجاشه، تئاتر کجاشه، یا مثلا فرض کن چه چیزی داره تو این فراینده ساخته میشه و عرضه میشه و مخاطب چه مواجهی باشه. متوجه منظورتون میشم؟ خب نه، یه سوال برای من این وسط پیش میاد. خب اگه قرار نیست اصلا چیزی اجرا بشه، چرا ما اسم تئاتر رو، تئاتر درمانی رو داریم کنارش میاریم؟ نمایش درام، تئاتر نیست، دراما. نه حالا این پرسشو میخوام بگن که چرا تئاتر رو به آریت، یعنی دراما رو به آریت میگیره، چرا عرضه نشه؟ سوالشون اینه. حالا فکر کنم فرق به نظر آقای چمشید فرق تئاتر و دراما رو اگه بگن واضح میشه. ببینید سایکودرام و نمایش درمانی هر دو زیر مجموعه اپلای دراما نه اپلای تئاتر. یعنی خیلی مهمه دیگه. مثلا هیچ کدوم قرار نیست اجرا داشته باشن. این خیلی مهمه. من دو تا موضوع من بگم شاید یه در واقع نگره است، بخصوص موسیقی داران خیلی دارن انجامش میدن، سالهاست دارن انجامش میدن. یه گروه موسیقی رو برمیدارن، ربطی هم به موضوع نمیدونم چون از قبل از کرونا
این اتفاق در حال شدن بوده، الان هم اتفاق بود. در موسیقیشو میگم که در واقع تئاترش هم بگم. بلند میشن میرن توی جنگل میشینن و مینوازن بدون تماشا و میگن آقا برای چی داری این ارکستر رو بردی تو جنگل داری بدون تماشاگر مینوازی براشون کی گوش میکنه؟ این طبیعت. یعنی این عنوان تماشاگری که داریم صحبت میکنیم، این کلمه شنونده‌ای که داریم گوش میکنیم، خب در زمان و در دوره‌های متفاوت هی شروع میکنه به تغییر کردن. یعنی تعریف‌های تازه، گستره‌های تازه توش تولید میشود. برای همین منم موافقم، یعنی باید این عناوین برای همین بحث رو با این ماجرا شروع کردیم، چون همین نکات وجود داره. در نگاه اول این هستش که من، شما، او و او و او یک نظر مشترک، یک تعریف مشترک بر تماشاگر داریم یا بر شنونده داریم، ولی واقعیتش اینه که به دلیل این در واقع جست و خیزها و اتفاقات که با سرعت در حال اتفاق افتادنه، این تعاریف دارن هی تغییر میکنن. ما الان گمانمون از تئاتر، گمانمون از نمایش، گمانمون از بازیگر، گمانمون از کارگردان، گمانمون از نویسنده اون گمانی نیست که مثلا نمیدونم اورپید میداشت. آنچنان که اگر نمیدونم امروز شما هملت رو، شکسپیر رو زنده کنید و یک کار از بکت بهش بدید بخونه، احتمالاً به شما خواهد گفت که مگه این تئاتره، مگه این نمایشه، مگه این نمایشنامه است. در هیچ کدوم از حوزه‌هاش نمی‌گنجه. این به دلیل اینکه تعاریف تغییر کردن. برای همین ما شکسپیر رو با شکل شکسپیری میخونیم، بکت رو با شکل بکتی میخونیم، اون رو با او اجرا میکنیم، این رو با او. نمونه واضح این در واقع خلط مبحث اینه که در بالا یک نمایشنامه از فیلسوف‌ترین نمایشنامه نویس جهان نوشته شده کمدی تراژدی، اما وقتی ما اون اثر رو اجرا میکنیم، خب حرف او رو گوش نمیکنیم، خیلی تراژیک اجراش میکنیم. چون به گمان ما خب این باید تراژدی باشه، ولی به گمان آدمی مثل بکت با تعاریف تازه‌اش از درام، خب برای اون دیگه این تراژدی نیست، یه کمدی گنده است. این یه نکته است. نکته دوم اینه که یه بازیکن فوتبال انگلستان اسم گری سالگیت یک دوره‌ای که کاپیتان تیم انگلستان بود، در یک چهارم نهایی، در نیمه نهایی یک پنالتی رو نزد و سبب شد که تیم انگلستان به مرحله نهایی جام جهانی نرسید. سالها گذشت، گری سالگیت رو کردن مربی تیم ملی انگلستان و به دلیل سابقه که سالگیت از موضوع خودش در اون سال و نزدن اون ضربه پنالتی داشت، یک گروه ایستاد که یک اتفاقی باید بیفته و وارد کردن یک روانشناس به تیم ملی انگلستان. حالا تصور داشته باشیم بازیکنان تیم فوتبال انگلستان از اون محیط با اون در واقع بک‌گراند ها میخواهند یک روانشناس بیاد و تحت کنترلشون داشته باشه. اولا تاریخ رو نگاه کنید، خیلی فاصله است بین علم روانشناسی با اتفاقی که برای ورود در واقع روانشناس به تیم ملی فوتبال انگلستان داره اتفاق میفته. میتونم بگم حداقل 100 سال فاصله است، شاید حتی بیشتر. خب دو، ورود این آدم چه کاری قرار رو بکنه؟ یعنی بازیکنان چه چیزی رو در اختیار
اون روانشناس قرار میدن. روانشناسه قراره چه کار کنه؟ قرار روانشناسی بکنه؟ قرار فوتبالشون رو روانشناسی کنه یا خودشون رو روانشناسی کنه؟ اینم یعنی یه شناخت دیگه. میخوام بگم خیلی توقع گنده‌ای داریم ما که همین امروز در این جامعه امروز ما، خب اینکه ما دائما میشنویم کسانی میگن که ما رفتیم پیش مشاور، ما رفتیم فلان، به دلیل اینکه کاری انجام نمیشود، جامعه همچنان بی اخلاقی خودش رو داره، نشون دهنده اینه که ما این رو هم تبدیل به ادا و فرم کردیم دیگه. فرمش این هستش که من پیش مشاوری دارم میرم، اما چه کاری میکنم، اون مشاوره با من چه میکنه و من اثراتش رو چگونه میبرم جامعه، یه خود فرمیه بیشتر تا بخواد تأثیر گذار باشه. میخوام بگم اون تیم ملی انگلستان اون سالی گری سالگیت اتفاقی نمیفته و جالب توجه اینه که آن تیمی که دست آن روانشناس قرار گرفت همون بلایی سرش اومد که دفعه قبل اتفاق افتاده بود. باز هم کاپیتان امروز تیم انگلستان یک پنالتی رو در همین ناحیه در همین مقطع به بیرون زد و دوباره داستان یه بار دیگه اتفاق. یه خود میخوام بگم زود هنگامه حتی برای ما و حتی برای این سمت قضیه برسیم به این قضیه، پروتکل براش بنویسیم. منتهای مراتب خطرناکش اینه. ما در حوزه درام همیشه به آزمون خطا دلخوشیم، اما اینجا در پیوند در واقع این دو با هم آزمون خطا میتواند هولناک و کشنده باشه و این سختش میکنه. مرسی استاد. مرسی از شما. سوال داشتی شما فکر می‌کنم؟ حسن نباشید میگم. یه سوالی که برای من مطرح شد اینجا، شاید یه چیزی که الان مطرحه توی از سمت تئاتر میخوام نگاه کنم به قضیه، یعنی هم سایکودرام هم دراماتراپی در نوع خودشون قرار نیست به اجرایی برسن و ما بحث ارتباط اونجا داریم. یه چیزی که اینور وجود داره، یک سری متدها وجود داره و همینطور تمرین‌های بازیگری که توش آموزش میدن بازیگر رو برای ایفای یک نقش، که توی مدرن ترهاشون، یعنی ما از اول که بریم سراغ استانیسلاوسکی اگر طلایی داریم که اگر من این باشم چگونه خواهد شد، اگر در این زمان و در این مکان باشم چه اتفاقی خواهد افتاد، و از اون اگر استفاده میکنن برای نزدیک شدن به آن نقش، نزدیک شدن به خصوصیات آن نقش، نزدیک شدن به بدن آن نقش و غیره، حتی نزدیک شدن به آن موقعیت. حالا ما میایم جلوتر میبینیم یک بازیگری به روش متدی وجود داره که میگه لحظه شخصی اون فرد و من تمرین دهنده به خاطر عدم تسلط، من باز هم میگم عدم تسلط بر آن چیزی که مثلا بی استراسبرگ اومده چارچوب بندی کرده، میرم به سمت چیزی که سایکودرام داره در موردش صحبت میکنه. یعنی این قضیه وجود داره، اینو من نمیدونم چجوری میشه آنالیزش کرد، چجوری میشه مثلا فیلترش کرد، استیلیزش کرد که آسیبزا نشه، اما داره میشه. یعنی بازیگری به روش متد در ایران کلا از پایه این شکلی شده که شما باید بریم سراغ حافظه حسی عاطفیت، باید بریم سراغ لحظه شخصیت و این لحظه شخصی چیه؟ لحظه شخصی دقیقاً همون بحث خودکشیه، دقیقاً همون بحثایی که نباید سمتش رفت و عرضم به حضورتون که طرف میاد از خودش یک خاطراتی تعریف میکنه که اصلا تعریف کردن آن در جمع و بازی کردنش برای جمع برای خود اون آدم ایجاد تروما میکنه. باز یعنی اینجوری نیست که یه چیزی رو حل کنه و این بازیگر خالی از هر گونه نمایشیشه تا بتونه یک نقش نمایشی رو بپذیره، اتفاقاً بهش افزونه بیشتری میده که این آدم بیشتر دچار گرفتگیشه تا بتونه خودش رو در یک موقعیت در یک قالب قرار بده. من میخوام ببینم پیشنهاد
علم روانشناسی برای این قضیه چیه؟ چون ببینید این ور ما یه سری تمرین داریم که خیلی دارن وام میگیرن از روانشناسی، خیلی دارن وام میگیرن و من نمیتونم بگم اینا سایکودرامن. شاید یه تئاتر روانشناسانه مثلا اسمشون رو بذاریم، میخوان اجرا کنن و میخوان شخصیت هم از لحاظ عقبه هم در زمان حال به اون چیزی که در مثلا اون کاراکتر وجود داره، اون خصوصیات، اون رفتار، اون ارتباطی که با بقیه میگیره دقیقاً بشه منطبق بر اون و میان همچین کاری باش میکنن. یعنی بلایی سر اون بازیگر میارن که بازیگر بعد از ایفای اون نقش هم ما نمونه‌های زیادی داشتیم، بعد از ایفای اون نقش هم جوری درگیر اون نقش میشود که دیگه اتفاق خوبی براش در انتها نمیفته. من میخوام ببینم پیشنهاد روانشناسی برای این تمرین هایی که توی متدهای مختلف پیشنهاد داده شده و داره انجام میشه چی؟ شاید اینجا باید مثل تیم ملی انگلستان جدا به این فکر کرد که بعضی از این گروه ها نیاز به یک روانشناس دارن. مثلا این گروه کارگردان هاشون بیشتر چمشیریاش میاد، گروه نرگس سیاه بازیگراش بعد از اینکه این گروه کارگردانش مهاجرت کرد هم به واسطه اجراهاشون، نوع اجراهاشون و فرآیندهای تمرینشون، هم به واسطه فروپاشی گروه یه تایمی اصلا هم متلاشی شدن، شخصیتی، کاری، گروهی. زمان برد تا اینا برگردن به تئاتر. حالا شناخته شده هاشون رو میشناسید، اسم نمیبرم. بفرمایید. خب مرسی، سوال خیلی خوبی بود و جوابش رو من نمیدونم. به همین راحتی. البته که راحت نیست برام، ولی منظورم اینه که جواب یه همچین چیزیه. بخوام با اتکا به علم جواب بدم، اینو میگم که شما میخواین یه کاری رو با یک انسان انجام بدید، باید برید ببینید آیا کد اخلاقی انسانیش رو رعایت میکنید یا نه، که مبحث اخلاق پزشکی یا حالا اخلاق در کارهایی که ما انجام میدیم یک دریایی برای خودش رو باید برید ببینید که چجوریه. همین سایکودرام هم در مورد اجراها و یه سری گروه‌ها و یه کارهای دیگه کد اخلاقی مشخص اون جلسه رو داره. یعنی اینکه من میگم میتونید بیاید یادش بگیرید صرفا یاد گرفتنش نیست، دانستن همین چیزاست. یعنی شما میدونید که کد اخلاقی اجرای یک تجربه شخصی در یک گروهی که باز هست به چه صورت است، تجربه یک مسئله معنادار در یک گروه بسته به چه صورت است. همه اینا رو شما یاد میگیرید. یعنی نگاهش اینجوری نیست که خب باشه اینو انجام بدین و رها، اینطوریا نیست. و مسئله دوباره همینه که آیا ما داریم اینو درست یادش میگیریم یا نه، که احتمالاً جواب نه هستش. این از دیدگاه علمی نمیدونم که آیا درست جواب دادم یا نه. یعنی بزرگترین سوال اینه که ما چقدر کدهای اخلاقی رو داریم رعایت میکنیم و اگر داریم رعایت میکنیم خب قبلا بهش فکر شده، اگر رعایت نمیکنیم خب نباید انجام بدیم، باید یه جوری انجامش بدیم که توی کدهای دیگه اخلاقی بگنجه. و اما خودم چرا گفتم دلیلش رو جواب سوال شما رو نمیدونم، اینه که یه جایی که الان خودم حس میکنم، یعنی از برآیند حرفای شما یا حرفای بچه‌ها که انگار خب همه اینا میخوان یه چیزی بگن، یه کاری بکنن. ببینید به هر حال من به یک چیزی علاقه داشتم از چیزای نمایشی یا حالا کلا درام که اومدم اینو مطالعه کردم. شما به یک چیزی از روانشناسی روانپزشکی علاقه داشتین که امروز اینجا هستین. چرا آدمای دیگه نیستن الان تو این اتاق؟ یک چیزی داره ما رو میکشونه. یعنی دیفالت این که ما یه سری چیزها رو خودمون هم میریم انجامش میدیم یا رعایتش میکنیم یا میخوایم یادش بگیریم من مطرحه. اما اون چیزی که گفتم نمیدونم دلیلش اینه که من فکر میکنم ما اون فضای استاندارد مشترک رو نداریم و هنوز نمیدونیم که باید چطوری داشته باشیمش. حالا شاید من الان این گله رو کردم که من یک تئاتر یا یک مثلا فیلم میبینم که نوشته سایکودرام در حالی که نیست. از اون طرفش هم ممکنه شما بیاین بگین مثلا یکی از حیطه روانشناسی یا روانپزشکی یک کاری رو انجام داد و مثلا اسمش رو گذاشت اجرای نمایشی از سایکودرام و گفت کارگردان فلانی، بازیگران فلانی. خب این انگار به قول استاد تاختن از این سمت میشه. یعنی انگار من هم دارم میگم من هم کارگردانم. مسلما اون کارگردانی که شما تعریف میکنید نیستم و مسلما اون سایکودراماتیستی که من تعریف میکنم اون طرف نیست.
اما چه باید بکنیم که این فضا استاندارد بشه رو خیلی نمیدونم. شاید قدم‌های فردیمون این باشه که کدهای اخلاقی رو رعایت بکنیم. اگر کاری رو قرار انجام بدیم تابش رو داشته باشیم، یعنی من تاب پذیرش این حد از ایموشن یا احساس رو توی جلسه داشته باشم که اون فرد هم داشته باشه و غیر از اون در راستای رشد فردی خودمون هم قدم برداریم، شاید بتونیم حداقل یک محیط استانداردتری بسازیم. اما بله، جای این سوال که نقطه اشتراک و فضای اشتراکی رو چطور میتونیم استانداردش بکنیم برای کسایی که به هر دو طرف علاقه دارن، حقیقتا هنوز خودم هم به چیز مشخصی توش نیست. مرجان جان، ماجرا بر سر این هستش که مشکل ما الان داریم در مورد روان آدمی حرف میزنیم. مگه پروتکلی داریم در مورد آسیب‌های جسمی؟ خب خیلی عجیبه آمار. در واقع بازیگران تئاتر آمار صدمه دیدگیشون بیشتر از بازیکنان فوتباله. وحشتناک. خب و این خب خیلی نگران کننده است. این یعنی اینکه ما داریم وارد بازی میشویم که استانداردهای ساده‌ترین استانداردهای رعایت میدونید موضوعاتی که به بدن آسیب میرسونه رو نداریم. اصلا یه مبحثی هست این وسط، مثلا زمانی که یک کارگردان یک آموزش دهنده بازیگر، یعنی کسی که آموزگار بازیگر و داره توی حوزه بدن فعالیت میکنه، حداقل چیزی که باید ایشون مطالعه کرده باشه تایپ‌های مختلف بدنه و وقتی با یک بدن روبرو میشه حداقل عضلات اون بدن، بافت اعصابشو و همینطور زیست عضله اون بدن رو باید بشناسه، مفاصلشو بشناسه، ریز به ریز اون بدن رو بشناسه. ولی طرف با یک بدنی که مثلا توی یک تایپ سنگین جوری برخورد میکنه که بدنی توی تایپ سبکه، یعنی میگه آقا شما باید رو سرت وایسی، شما هم باید رو سرت وایسی. دوست عزیز، اینا به نسبت بدن خودشون میتونن این کار رو انجام بدن. اگر ایشون بخواد به همون شکل رو سرش وایسه گردنش میشکنه و احتمالاً قطع نخاع میشه. این قضایه جدی گرفته نمیشه و مسئله اینه، من فکر میکنم که یک اتفاقی داشته اونورم میافتاده، یعنی یه سری چیزها آزمایش شده و جوابی که پس داده رو ما توی صحنه داریم اون سمت هم میبینیم. یعنی اگر ما بخوایم مدینه فاضله رو اروپا در نظر بگیریم، داریم اونجا هم آسیب‌هاشو می‌بینیم. توی اجراهای مختلفی که داره انجام میشه آسیب‌ها رو داریم برای اونها هم می‌بینیم که دارن آزمایش میکنن هنوز این قضیه رو. میخوام ببینم اصلا بودن همچین تمرین چه لزومی داره وقتی که چارت بندی نشده. محمد علی، این موضوع الان یه موضوع در واقع حاشیه‌ای بحث ماست. من فکر کنم تا همینجا بپردازیم بهش. قاعدتاً باید در ادامه موضوع تئاتر و روانشناسی داشته باشیم که اصلا یک بحثی، ما چون موضوعات یه مجموعه کتابی چاپ شده چند سال پیش شما قطعاً دیدین، تئاتر و هر چیز دیگر، تئاتر و جامعه، تئاتر و تماشاگر، تئاتر و جنسیت، تئاتر و دین، تئاتر و هر چیز دیگری که این بحث ها توش در واقع تلاقی این دو تاست و میشه پرداخت. حالا ما توی این نشست ها قطعاً این موضوعات رو خواهیم داشت و بهش میپردازیم، ولی میخوایم مثلا جنبندی سایکودرام بشه اجازه بدین جنبندی کنیم در جلسات بعد، قطعاً با اساتیدی که تو این حوزه فعالیت کردن بحث خواهیم کرد. من سوال پایانی در خدمت شما باشم، ما یه جنبندی بکنیم. بفرمایید. سلام عرض می‌کنم برای همگی. من یه موضوعی به نظرم جالب اومد، حتی مرتبط هست با موضوع دوستانمون، لزوم تراپی فردیه که احساس می‌کنم که کلاً درمان وقتی کامل میشه که پروتکل‌های درمانی توی ساختارهای مکمل هم ارائه میشن و فرد میتونه توشون حضور داشته باشه. بازیگری که تراپی فردی رو داره ادامه میده قطعاً خود میتونه ببینه توی اون نقش چه چیزهایی داره براش بالا میاد و توی درمان فردیش میتونه اون رو پیگیری بکنه و یه جاهایی سایکودراما میتونه مکمل باشه، یعنی در کنار درمان فردی باید جلو بره و کسایی که انگار دارن سایکودراما میگیرن شاید نیازمند این باشن که درمان فردی رو هم کنارش ادامه بدن، گروه درمانی رو ادامه بدن، خانواده درمانی رو ادامه بدن. انگار همه اینها در کنار هم درمان رو پیش میبره و وارد فضای درمان میکنه. اینکه انگار یک اتمسفری به وجود اومده که ما نیاز داریم یک درمان رو انتخاب بکنیم و از بین درمان فردی و سایکودراما یکی رو انتخاب بکنیم،
این شاید آسیب زننده باشه و اینا در کنار هم بتونن اون درمان رو کامل بکنن و فارغ از بحث این که حالا درام و قصه چجوری میتونن توی هر کدوم از اینها نمود داشته باشن. مرسی خانم دکتر. متشکرم از شما. من به این اشاره کردم که حداقل کاری که آدم‌ها میتونن بکنن که در راستای رشد شخصی و فردی خودشون برن جلو، چه به این فضای مشترک استاندارد، چه فضای خودشون، چه جامعه استاندارد هست. متشکرم میکنم. میدونم که احتمال داره که تو جاده خاکی برم، ولی اگه اشتباه کنم من تصحیح کنم. اون که من فهمیدم سایکودرام 1 یا 2 نفر میشه، دراماتراپی یه مجموعه افراده و خب جابجا میشن و تکرار نمیشه و کل این داستان رو ما برای این داریم یعنی اینجوری من برداشت کردم که ما کل این داستان داریم صحبت میکنیم که حالا توی تئاتر همزاد پنداری به نوعی ما رو به سمت درمانی ببره، به سمت بهبودی ببره. این درسته یا من دارم اشتباه میکنم؟ من فکر کنم ارتباطی میدونید اون 3 تا موضوع رو با همدیگه همپوشانی کردیم. یکی بحث در واقع مقایسه درام در واقع تراپی و سایکودرام، یکی مسئله در واقع همزادپنداری که من از آقای چمشیر خواهش کردم بگم که اون در واقع در ذات خود تئاتر، در ذات هر هنری هست. نقاشی هم احتمالاً میتونه تاثیرات درمانی داشته باشه، ولی این سایکودرام به عنوان یه پدیده، اون چیزی که خانم دکتر تشریح کردن، فکر نمی‌کنم به 1 نفر 2 نفر مختصر بشه. حتی اوپن گروپ داره، یعنی میتونه که چندین نفر هم باشه. زمانی که دکتر مورنو خودش اجرا کرد گاهی وقتا 100 نفر بیننده هم میومدن، کما اینکه در داستان من ممکنه که 10 نفر حاضر باشن و من 10 تا اگزیلری ایگو داشته باشم. البته شخصی هم درمان هست، یعنی سایکودراماتیست با 1 نفر هم کار میکنه، اون درمانی داره و تکی هم داره. یعنی ما الان تراپیستایی داریم که صرفا فقط سایکودراماتیستن. من خیلی با این موافق نیستم حقیقتش، به خاطر اینکه تاکید دکتر مورنو روی متوجهم شاید بدن رو داره درگیر میکنه و میشه یک چیزی که انگار داره اکت رو هم وارد میکنه، ولی تاکید بیشتری روی استفاده از گروه و رابطه بین افراد داره. ولی درمان شخصی هم وجود داره، یعنی همینجا تو سرچ بزنیم ما فکر کنم ایشون هم میگفت همزمان شخصی و گروهی باشه، ایشون هم نظرش به عنوان تکنیک هم میتونه تو بعضی از اون چیزی که دارید همه تکنیک‌ها رو شما میتونید استفاده کنید. اون چیزی که شما میفرمایید همون کوپروتاگونیست بودن، انگار که 2 نفر رو فقط داریم. بله ممکنه که داشته باشیم، اما بهترین حالتش اینه که حضوری و در یک گروه اتفاق بیفته. و اون چیزی که دوستمون گفتن در مورد اینکه نمیتونیم داشته باشیم، گاهی وقتا درمانگرهای فردی حساسیت‌هایی در این مورد دارن که باید با درمانگر فردیشون صحبت کنن، مشورت کنن. سایکودرام این محدودیت رو نداره که دیگه اگر داری درمان فردی میگیری اجازه نداری بیای. ولی برای اینکه به هر حال درمانگر خودشون با هر اپروچی که دارن کار میکنن در جریان باشن، بله این باید حتما باشون مطرح بشه. من ممنونم. خانم دکتر جنبندی شما دارید خیلی کوتاه ما در خدمتتون هستیم. من فکر می‌کنم به کتاب خانم دکتر رجوع کنیم خیلی از سوء تفاهم‌ها برطرف میشه. خانم نادیه پشم در خدمت شما هستیم برای جنبندی. استاد چمشیر ما رو همراهی کنید لطفاً. این جلسات رو بیایید، بحث‌ها ادامه پیدا میکنه. دوستم نداریم بحث‌ها، یعنی نمیتونیم هم بحث‌ها رو جمع کنیم. این بحثایی نیست که ما با 2 ساعت جمعش کنیم. خیلی ممنون که تشریف آوردید.